سلام و درود دوستان، وقتتون بخیر. امیدوارم حالتون عالی باشه. من امین هستم و به کانال خودتون خوش اومدید. بدون معطلی میریم سراغ ویدیوی امروزمون. امروز میخوایم بیت کوین رو براتون تحلیل کنیم و یک نگاهی هم به اتریوم بندازیم. اتریومی که مثل یک انبار بارود شده و هر آن ممکنه که این انبار منفجر بشه. خب بریم سراغ بیت کوین. اول بیت کوین پریروز بعد از خبری که اومد نرخ بهره بانکی آمریکا یک شادو زد و تقریبا همه فکر کردن که اون حرکت صعودی شروع شده و میخوایم سقف تاریخی جدید رو بزنیم، ولی بیت کوین مثل همیشه رکب زد و همون مسیر رو برگشت و تقریبا امروز هم در قیمت 102,000 دلار در حال معامله است. مثل چند روز قبل از خبر هم ما دقیقاً 2 روز قبل از خبر و روز خبر هم در همین محدوده داشتیم رنج میزدیم. خب بیت کوین میتونه تا محدوده 100,000 دلار بیاد و نقدینگی هایی که در این محدوده هست رو جمع کنه. بیت کوین نباید بیاد زیر این شادو. ببینید 97,000 دلار نباید بیاد به این محدوده اگه میخوایم حرکت صعودی داشته باشیم. در صورتی که این شادو رو رد کنه و زیر این محدوده تثبیت بده، ما در مرحله اول میتونیم به این خط روند صعودی امیدوار باشیم که قیمت رو برگردونه و در صورتی که این خط هم شکسته بشه و قیمت به این خط هم اهانت بکنه، یعنی خط روند صعودی خودش رو بشکنه و زیرش تثبیت بده، ما میتونیم تا محدوده 85,000 دلار ریزش برای بیت کوین رو داشته باشیم. خب حالا برای فیوچرز ما میتونیم در محدوده 100,000 دلار به دنبال الگوی بازگشت قیمت باشیم. تا 107,000 دلار میتونیم در این محدوده لانگ بگیریم، البته در صورتی که الگوی برگشت قیمت ببینید. استاپ ما میشه زیر همین شادو. خب اگر این محدوده رو ما رد کردیم، همونطور که گفتم اگه این محدوده رو رد کردیم، ما در محدوده 85,000 دلار میتونیم لانگ بزنیم. این محدوده 85,000 دلار از اون محدوده هایی هست که میتونید روش ریسک بکنید و منتظر الگوی بازگشت قیمت نباشید. یعنی یه دونه اوردر بکارید، حالا البته با سرمایه کم. نمیگم همه سرمایه‌تون رو با اهرم 100 بیاید توی این منطقه لانگ بزنید. با یک سرمایه کم، با مدیریت سرمایه میتونید در این محدوده، یعنی محدوده 85,000 دلار، یه دونه اوردر لانگ بکارید. اگه تثبیت بده زیر محدوده 84,000 دلار، تا اهداف پایین تر هم حرکت کنید. پس من روی محدوده 100,000 دلار اگر الگوی بازگشت قیمتی ببینم وارد لانگ بیت کوین میشم، اما روی محدوده 85,000 دلار من اوردرمو میکارم. یعنی ممکنه که مثل اون زمانی که بیت کوین اومد و روی محدوده 89,000 دلار برخورد کرد و به سمت بالا برگشت، ممکنه که همین اتفاق روی قیمت 85,000 دلار هم اتفاق بیاد و مثلا تا محدوده 84,000 دلار یه دونه شادو بزنه و برگرده. خب استاپ هامون هم که بهتون گفتم. خب بریم سراغ اتریوم در تایم فریم روزانه. اتریوم رو من در ویدیوی قبلی هم براتون
تحلیل کردم. اتریوم زیر یک خط روند نزولی قرار داره. اتریوم دیروز این محدوده رو، این خط روند رو به سمت بالا شکست، ولی شادو کرد و دوباره اومد زیر همین خط روند. اتریوم برای صعود باید این خط رو بشکنه و بالاش تثبیت بده. در صورتی که اتریوم روی این خط تثبیت بده، ما میتونیم شاهد یک انفجار قیمتی در اتریوم داشته باشیم که باعث صعود آلت کوین ها هم میشه. آلت کوین ها بیشتر وابسته اتریوم هستند و برای اینکه ما در آلت کوین ها صعود خوبی رو داشته باشیم، باید اتریوم این خط رو بشکنه و روش تثبیت بده و شروع به حرکت صعودی کنه. خب چیز دیگه نمونه که براتون توضیح بدم. امیدوارم که ویدیو براتون مفید بوده باشه و از ویدیو لذت برده باشید. هر سوالی داشتید داخل کامنت ها ازم بپرسید و اینکه مدیریت سرمایه رو حتما رعایت کنید و تا ویدیوی بعدی بدرود.